اینجا پاسبانا هستند، پیوسته همه را از مادر حقارت میدهند. حاضر گرفته به شوبه میبرم. زود باشید. چی نمیفهمید؟ مهاجران تاجیک از مناسبت دغل و تحقیرآمیز کارمندان پلیس در سنت پتربورگ شکایت کردند. روز 21 سپتامبر دهها مهاجر تاجیک هنگام تمدید سندهایشان به تحقیر و تهدید روبرو شدند. چی مگر نافهما است؟ دمتان را گیرید. شما فقط زوری را میفهمید. آرام استید گوسفندها. مهاجران گفتند که در نزد اداره پلیس نوبت طولانی بود و برخی حتی از شب اینجا بودند. آنها در زیر باران و هوای سرد مجبور بودند که ساعتها انتظار شوند. باید از شب اینجا در نوبت ایستاد و تا سحر انتظار شد. راست خواب ناکرده راست می ایستیم. اینجا معیوبان، کهنسالان و از همه ملت ها برای ثبت نام هستند. احترام به مهاجران به صفر برابر است. نمیدانم اینجا چی میگذرد، ولی آنها شکایت میکنند که غیر روس‌ها خوب نیستند. چرا آنها خود را اصلاح نمیکنند؟ برخی مهاجران به حکومت سنت پتربورگ مراجعت کردند تا شرایط مکان تمدید سندها را بهتر کنند چون مشکل کم شود. مقامات هنوز به مراجعت مهاجران پاسخ ندادند. نیم سال اخیر فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به مراتب افزایش یافته است. مهاجران همیشه از برخورد بد مقامات روس شکایت میکنند. مقامات روس خود مهاجران را در نقض ترتیبات گناهکار میدانند.